درود و مهر، شاینی های عزیز، کریستال های عزیزم، حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ امیدوارم که کلی خوب باشید، کلی انرژی شاد داشته باشید و یک هفته فوق العاده زیبا رو استارت زده باشید. 2 کاپ قهوه براتون تهیه شده، 2 گزینه فوق العاده زیبا، کارت زیبای د استار یا معجزه و کارت د امپرس. هر گزینه‌ای که انرژیش رو دوست دارید، انرژیش رو دریافت میکنید، حس بهتری بهتون میده، اون رو میتونید انتخاب کنید و یا هر گزینه رو برای یک موضوع. دوستانی که گزینه استار و معجزه رو انتخاب کردید، ببینید رو نیت‌های قلبیتون چی براتون میاد. بسیار خب، ببینیم گزینه اول برامون چی داره. اگر نیت رابطه های عاطفی رو دارید، وجود افراد سوم شخص، روابط مثلثی، مثلا رقیب یا کسانی که دور و اطراف این رابطه مثل رقیب میمونن، مثل خانواده‌ای که موافق نیستن و یا یه همچین حالت‌هایی رو داره نشون میده. حسادت‌ها، غیبت کردن‌ها، یه جورایی رقیب‌های کاری و مالی رو داره براتون نشون میده و این انرژی براتون فوق‌العاده پررنگه. انگار که پشت سرتون بدگویی‌های زیادی میکنن و میخواین که یه چیزی تموم بشه، یک بحثی تموم بشه، یک جایی رو ترک کنید، یک اتفاقی بیفته. حالا ممکنه یک حکم مستند و بحث اینجور مسائل باشه، اما به طور کلی از کنده شدن داره صحبت میکنه، از جدا شدن داره صحبت میکنه. اگر همچین مسئله‌ای رو دارید توی زندگیتون، داره نشون میده که با کارت 9 سکه و تولدی دوباره یک تولد دوباره براتون اتفاق میفته. دری از آسمون به سمتتون داره باز میشه و اگر که میخواید مدرکی بگیرید، این مدرک براتون فوق‌العاده خوب افتاده. آموزشی میخواید ببینید، فوق‌العاده خوب افتاده و داره میگه این باعث میشه که شما یک در جدید رو باز کنید، یک پول بزرگ به اصطلاح بهتون برسه، یک رفاه براتون بیاد، تغییر و تحولات خوب براتون ایجاد بشه، یا حتی ممکنه یک کیس جدید ایدئال ازدواجی براتون باشه. اما هرچیه، یک تغییر و تحول، یک از صفر شروع کردن، یک اتفاق خوب رو داره براتون نشون میده. واقعا کارت معجزه انگار براتون معجزه رو داره نوید میده. هم اینجا از صفر شروع کردن افتاده و هم اینجا، هر دو داره نشون میده که یک از صفر شروع کردن، یک رفاه، یک ریلکس شدن براتون اتفاق میفته و داره بهتون میگه که آرزو و حاجتی که داری، هر چیه، رو مسائل کاری، شفا، بهبود، نمیدونم هر چی رو هر چی که بدون صبر شدی و فکر میکنی که نه دیگه برام اتفاق نمیفته، به در بسته خوردی، میگه این قراره برات اتفاق بیفته. شاید مشکلاتی تو مسیر باشه، اما یک تولد دوباره رو داره برات نوید میده. یه مقدار میگه صبوری داشته باش، یه مقدار میگه زیاد استرس به خودت روی این مسئله وارد نکن، اما میگه وقت رو پرارزش بدون و اجازه بده که حالا اون مسیری که باید بره رو بره. هر نیتی که داری، با این 2 کارت داره میگه که این اتفاق برات رقم خواهد خورد. حتی اگر شفای یکی از مریضان اطرافتون هست و ذهنتون رو درگیر کرده، میگه این اتفاق براتون رقم خواهد خورد. خب ببینیم که برای گروه دومون چی اومده. کسانی که امپرس زیبامون رو انتخاب کردن، رو نیت‌های قلبیتون. رو نیت قلبی گروه 2. به 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 به، نگم براتون از کارتایی که اومد.
شیطونا چی نیت کردید ها؟ نیت قلبی گروه 2. یه مقدار روی یک موضوعی داره نشون میده که بلا تکلیفید. بین دو تا موضوع ممکنه مونده باشید. روی یک کیس عاطفی ممکنه که ذهنتون مشغول باشه و گیر کردید و موندید. نمیاد به اصطلاح تو رابطه درست باشه، نه از رابطه میره بیرون و شما رو معلق نگه داشته رو داره نشون میده. اگر با کسی قهر هستید، اینجا به شدت انرژی به هم رسیدن و آشتی رو روی تایم خیلی نزدیک داره نشون میده. خبری که به سمتتون میاد و آشتی کردن براتون افتاده. احتمال اینکه کسی بهتون هدیه بده، طلا بده، پول بده، دستگلی هدیه بده زیاده. تموم شدن قهرها رو داره نشون میده. یک شانس دوباره به رابطه دادن ها رو داره نشون میده و انگار یه فرصت میخواید ایجاد کنید، مخصوصا تو روابط عاطفی. البته تو مسائل کاری هم میتونه ارتباطات باشه، ولی بیشتر تو مسائل احساسی داره پررنگ نشون میده و میگه که چیزی رو که میخوای انگار توی مسیر جدید قدم میذاری و این قدم گذاشتنه با کارت 2 جام داره نشون میده که کنار هم هست. یعنی شروع یک عشق، توافق، دیدار روی 2 وعده یا 6 وعده نزدیک، آشتی کردن، برگشتن به روابط کات شده رو به شدت داره نشون میده و اینکه یک انگار که شما یا طرف مقابلتون میخواین یک تلاشی برای این رابطه انجام بدین. شاید هم تلاش های یواشکی دارید الان انجام میدید. مثلا طرف مقابلتون داره تلاش هایی رو انجام میده ولی پنهانی، برای اینکه بیاد و با شما آشتی کنه داره فکر میکنه از چه مسیری بیاد، از چه مسیری بیاد که بتونه شانس ایجاد کنه و شاید هم یه سری چیزها رو مخفی میکنه، نمیبینید، نمیدونید، اما این تلاش رو با 2 تا کارتی که پشت هم در اومده داره نشون میده. احتمال ورود جفت‌های روحی به زندگیتون رو خیلی بالا داره نشون میده و داره نشون میده که واقعا از بلا تکلیفی ها قراره بیرون بیاید و این انرژی زیبا 2 تا کارتی که کنار هم براتون داره به شدت داره این رو نشون میده. ببینید انرژی این که بخواد نزدیکتون بشه، باهاتون ارتباط بگیره، آشتی بشه یا یه شخص جدیدی که جفت رویتونه وارد زندگیتون بشه رو خیلی پررنگ داره نشون میده. اما هرچی هست یک در جدیده که به سمتتون قراره که باز بشه. شاید در ناشناخته‌ای باشه، اما هرچیه انرژی فوق‌العاده زیبایی براتون به همراه داره. امیدوارم که بهترین های خدا برای شاینی های عزیز رقم بخوره.